ما یرید الله اراده نکرد الله لیجعل که بگردان علیکم بالای شما من حرج تنگی و تکلیفه ولکن یرید لیکن الله اراده کرده لیطهرکم که شما را پاک بسازه ظاهرا هم باطنا هم ولیتم نعمته که پورا کنه نعمت خدا علیکم بالای شما لعلکم تشکرون بخاطر که شما قدر نعمت مرا بدانید که الله چقدر احسان سر ما کرده بالکل شکرگزار الله نعمتای الله شوید. آیات متعلق چیست؟ فرسودن وضو است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم کسانی که ایمان آورده این طهارت ظاهری میگه. الله متعال مثل که طهارت معنوی پاک شدن عقیده از شرک و کفر همه گپا ای را فرض کرده، بلکه اگر او عقیده خراب باشه کلی عمل انسان برباد میشه. آیت قبلی امیر بیان کرد. آلی با طهارت ظاهری ما را مامور میسازه خصوصا در وقت انجام عبادت. نماز عبادت بزرگ الله است. تو به کیفیت به امرای الله روبرو مناجات بکنی که مکمل اعضای ظاهری تام پاک باشه. اعضای ظاهری پاک بودن از اجزای ایمان است. از او خاطر یا الذین آمنو میگه الطهور شطر الایمان. پیغمبر علیه السلام میگه پاکی جز ایمان یا نصف ایمان است. هر دویش درست است. پاکی جز ایمان یا نصف ایمان است. اینجا با پاکی ظاهری مامور میسازه الله مؤمنا را. شان مؤمن است که باید پاک باشه، تو نباشه. اذا قمتم الى الصلاه وقتی که به نماز خیستی آدم که بخیزه باز خود نماز باز وضو نمیشه. هر فعلی که اختیاری است در اختیار انسان است که کار انجام میده او مسبوق بالاراده می باشه. پیش از او پیش چی می باشه؟ قصد انسان متعلق یمو فعل می باشه. ما میبرایم از مسجد پیش از پیش قصد کردم که بعد برآمد تیاری بگیرم. اینجا مراد از قمتم وقتی که اراده کرده برای خیستن برای نماز اول اراده کرده که من میخیزم برای نماز. پیش از اینکه در نماز میری الی الصلاه به نماز و انتم محدثون در حالی که شما به وضو باشید. اگر وضو داشته باشی چرا الله امر نکرده که دستی وضو بکن؟ آدم وضو داشته باشه بس فرض نیست، مستحب است وضو برای هر نماز اما فرض نیست. از او خاطر قید ماندیم که شما به وضو باشید. یک مانا اذا قمتم وقتی که خیستی از خواب الی الصلاه به سوی نماز اراده ادای نماز داره فغسلوا وجوهکم. چرا خواب وضو را میده کرده؟ از او خاطر تو خامخا چی بکو؟ وضو بکو. یا ایست که بخیز وقتی به نماز میخیزی اگر چی وضوم داره وضو بکنی، لیکن حکم استحبابی است واجبی و ضروری نیست. دلیل داریم که حکم مستحب است واجبی نیست. پیغمبر علیه السلام در جنگ خندق 4 نماز که قطعی کفار در جنگ مبتلا شد از پیش باقی موند. در قطعی یک وضو 4 نماز پیغمبر علیه السلام خواند. معلوم شد که برای هر نماز وضو کردن ضروری نیست. پس کسایی که از این آیت استدلال میکنه میگه برای هر نماز وضو ضروری است. چرا؟ الله میگه اذا قمتم الى الصلاه به نماز که خیستی در 5 وقت نماز آدم میخیزه بعد وضو بکنه. ما میگیم اینطور نیست، این امر استحبابی است. فغسلوا وجوهکم بشوی رویایتان. چرا اکتفا به 4 عضو میشه در اینجا؟ فلسفیش میگیم فغسلوا وجوهکم بشوی رویایتان و ایدیکم دستایتان الی المرافق. دست تنها تا بند اطلاق میشه. از او خاطر اینجا ضرورت شد که شستن آرنجا شستن ساعدان بود. از او خاطر چیستا کشکت شد الی المرافق تا آرنجا را. آرنجام داخل است، آرنجام شسته شد. و امسحوا برؤوسکم مسح بکنی بالای سرایتان و ارجلکم پایایتان بشوی. ارجلکم اگر میگفت عطف بالای رؤوس میشود باز در زیر مسح داخل میشود. مسح بکنی به سرایتان و پایایتان الی الکعبین تا بجلک. برای مسح غایه ذکر نمیشه انتها. و این کنتم جنوبا اگر شما جنوب باشه فتوارو خدا خوب پاک کنه. اینجا بعضی مردم میگه که ارجلکم قرائت آمده لام کسره داره زیر سر مسح میشه پایا مسح میشه. اهل تشیع قائل به ایسته که پایا مسح میشه، پایا مسح میشه. ارجلکم نامده ارجلکم آمده. خب اول خو نزاع از اینجا شروع میشه که ارجلکم است یا ارجلکم است. قرائت مشهور و متواتر ارجلکم است، بله یک قرائت ارجلکم آمده، لیکن مفسرین حمل میکنه ارجلکم به شستن دائمی ارجلکم به مسح، لیکن در صورت موزه که در پای موزه باشه باز مسح بکنید. دلیل آیت قرآن کریم تشریح شکی میکنه که وانزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم.
روان کردیم قرآن کریم ذکر بالای توی پیغمبر علیه السلام که تو واضح بسازی آن چیزی که سری تو نازل کرده شده، تشریح کتاب الله را تو بکنی. حدیث پیغمبر بر ما تشریح کرد که پیغمبر علیه السلام در تمام عمر پای ششته، بلکه در یک موقع جهاد که پس می آمدن بعضی صحابه از پیغمبر پیش شدن، در یک محلی که آب بود رفتن وضو میکردن. زمانی که پیغمبر آمد دید که صحابه به عجله وضو کرده، اب کوری پایشان بعضی جایش خشک مانده. پیغمبر علیه السلام گفت ویل للعقاب من النار، آتش جهنم است برای او کوریای پای از آتش، هلاکت آتش است برای کوریای پای که خشک باقی مانده. اگر پای شستن ضروری نمی بود پیغمبر علیه السلام نمی گفت که هلاکت آتشی می بود. هلاکت آتشی در امر فرضی میشه، در امر غیر فرضی نمیشه. تو خو میگی قرائت، لیکن عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چطور میکنی جناب؟ هیچ وقت قرائت مشهوری متواتر لام زبر داره. خود چرا ارجل پیش ذکر میکرد رو سپس یک، به خاطری که ترتیب برابر شود. از همون خاطر بعضی علما قائل به است که فرایض وضو 4 نیست، مثل که علمای احناف میگه تنها در قرآن همی 4 چیز ذکر شده. دیگه علما میگن نه، عملی پیامبر صلی الله علیه وسلم نشان میده که پای در پای وضو کردن هم فرض است، بسم الله در اول هم فرض است گفتنش، به ترتیب وضو کردن هم فرض است، مزمزه و استنشاق هم فرض است. چرا؟ در عمر خود پیامبر علیه السلام یک مرتبه می چیزها را ترک نکرده، بلکه امر کرده. ایره فرض میگی دیگه شنه میگی یام فرض است، واقعا همونطور است. چرا؟ فغسلوا وجوهکم در روی خودی مزمزه و استنشاق داخل است. روی شستن که فرض شد، بینی و دهن از روی است، وام فرض میشه. چطور روی سنت میگی؟ سنت نگه. مزمزه فرض است. مزمزه شور دادنی چی را میگه؟ آب در دهن میگه، غرغره نامده. مردم عوامی بیچاره ما خصوصا در غسل تا که غرغره آب نکنه نمیمانه. یکی زنگ زده بود مولوی سبی غرغره چطور کنم؟ من خو حالت جنابت دارم پیش ده. چی کدام غرغره را؟ من میگم که البته خدا غرغره میکنه. چی بگه؟ خیلی فشار زیاد آمده. وی غسل سرم چپش دادم. کی کشیده غرغره را؟ ایران ماندالی. من میگم کی کشیده؟ وی غرغره. من گفتم غرغره نیست، غسل میکنه. من غسل بکو غرغره نیست تو بدبخت. مزمزه آمده هم در وضو هم در غسل، هیچ جایی نیست. مزمزه شور دادن آب در دهن میگه بس. در اصطلاح در لغت کلش اینه، تحریک آب در دهن، شور دادن آب در دهن. این بدبخت حالی پیدا شده در سر قبر و جنازه تقریرا را کرده رایسته. کسی که دندان خود پر کرده این وضویش نمیشه، باید به وضو باشه، در حالت جنابت نباشه، خلاص. انواع اشکالات با مردم چی سوال پیدا شده. بیچاره زنگ میزنه که مولوی صاحب من دندان خدا پر کردم وضو نداشتم. خیرت است. یک ملاحظه تقریر کرد گفت که وضوی تون نمیشه، خلاص کافر میموری. ما گفتم امو بدبخت بگو، امو خبیث بگو نعوذ بالله، دور از مسلمانی واقعی. و همیشه اینمی کارشان است که غیر از مردم از تشویش شبهه اینی کارایشان است. دشمن قرآن و حدیث هستند. وی تشنجات پرتافته است. من گفتم او جناب بگو که تو یک برام بیار که آب رساندن در دندان ضروری است. امیره برام بیار. در کدام دلیل است؟ در وضو، در غسل. فقط مزمزه آمده. مزمزه چی را میگم؟ شور دادن آب در دهن، خلاص. باز الله متعال یک عضو خبر داری که یک دندان چه قیمت داره؟ چقدر دیتش است؟ تو آگاه هستی؟ دندان یک انسان خراب میشه، معالجش به هر وجه کی باشه باید شود که دندان خراب نشه. پر میکنیشه، پوش میکنیشه، مکمل بری تو جایز است. وضو داشته باشی نداشته باشی. او یکی تو خو حنفی خدا میگیری، کتابای فقه حنفی و فتوای دیره میگه کی جایز است. از کجای گپا میزنی؟ مردم از تشویش انداخته. غلط گپ است. مزمزم در جمله فرایض میره، استنشاق در جمله فرایض میره. البته استنشاق کش کردن آب طرف بینی است، پس کشیدن آب استنثار میگه برش. استنشاق کش کردن ضروری است بغیر از اینکه روزه دار باشی. در حدیث میاد که در مبالغه در استنشاق بکن الا ان تکون صائما، مگر که روزه دار باشی خیلی مبالغه نکن که این در دماغ آب تر شوه باز دم دیت مره.
در اون صورت باز روزیت میده میشه. محض آب ده بینی پرتو. خو گپ ده ای آمد که کسی که میگه که وظیفه پای شستن است، شستن نیست، اینا قرائت لام فتحه دارد، در زیر غسل داخل است. بلو ایرا مکسور خواندیم، باز هم وظیفه شستن است. ایرا جری جوار میگه. باز در علم عربیت و نحو جری جوار ایرا میگه به همسایگی دیگه امو حرکت ایام پذیرفته. چرا جری جوار آورده که ارجلکم بگویم؟ به خاطری که اکثر در وقت شستن پای آب خیلی زیاد مصرف میکنه. از او خاطر الله متعال گفت که اینقدر آب زیاد مصرف نشه، مثل مسح واره باشه. چرا که آب اسراف زیاد در آبم این کار حرام و نادرست است. از امو خاطر انسان باید خیلی در این مورد توجه خود بگیره. عوام ما اول بمبر آبم توسط برق توسط ماشین میبره. اول چی میکنه؟ بمبر غر اعلام میکنه، باز بعد از چیست آستینای خدا برد زده او این قدر آب اعلام میکنه که غرس میره. او مردکه کمک وقتی که خواب آستینای تا دور دادی، مسواکی تا زدی، پس از کمک اعلام کن به اندازه. اسراف حرام است، مثل که کاری دیگه حرام است، اینمی اسراف در آبم حرام است. حرام گناه کبیره است. با زیر قصدن ایام باز در مسئله مسجد مالی وقفی باشه، اوه در کجا میرسی؟ مردم ما بیچاره گپا را یاد نداره که مالی وقفی است یا حرام است. نه 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 نه، غرس آب اعلا کرده می باشه هر چیزی که میشه. مومن در تمام زندگی خود منضبط است، فقط هدایات الله و رسول الله را در نظر میگیره، پیش میره. خب حالی در اینجا چیست؟ وظیفه پای شستن بود. احادیث ای گپا را برای ما تشریح کرد. و این کنتم جنوبا فطهروا، اگر شما در حالت جنابت باشی فطهروا، خوب خدا پاک بکنی. در غسل ضروری است که آب در تمام بدن خدا انسان برسانه. حالی در وضو چون به ترتیب بعد وضو شود، اگر خلاف ترتیب کسی وضو کرد وضوش نشده. چرا؟ در عمر خود پیغمبر یک مرتبه خلاف ترتیب وضو نکرد. اما در فقه حنفی میگه مستحب است. از او خاطر اول پای تبشه، باز بعد از دیگه اعضای تبشه وضویت شده. ما میگیم در یک موقع هم پیغمبر خلاف ترتیب کار نکرد. خب ولا پای در پای یک آدم چی کرد؟ بگه وضوی خدا کرد، پس آن آمد اینجاش خشک باقی مانده بود، یک نفر برش گفت اینجا خشک مانده، حالی نمیتونه که از همین مویای خود از ریش خود آب بگیره اینطور کنه. در غسل میشه، در غسل اگر باقی مانده بود کدام جای خشک بود میتونی از همین آبی بدنت پس رو ترک کنی، صحیح است. در وضو نمیشه. چرا؟ در وضو هر عضو به ترتیب شسته میشه. وقتی که اینی باقی ماند هیچ اعضای دیگه یعنی شستن دیگه نادیده گرفته شده، این تکمیل نشده. از او خاطر پس میری از سر وضو میکنی و کلی چیزای تا حل میکنی. جنابت، اگر در حالت جنابت هستی خوب خدا پاک بکنی. 4 عضو در اینجا مامور شدیم که شسته شود. فلسفه شیعی است که 4 عضو خیلی ظاهر است، معرض گرد و غبار و ایگا پاست، از او خاطر همیشه شسته میشه. دیگه بدن مکمل توسط لباس پنهان است، او قدر گرد غبار ایگا پا نجاست ها نمیابرش. یک موضوع. دوم موضوع آسان است، الله متعال حرج سری بندگان خود نمیاره. اگر جاهای دیگر بدن الله فرض میکرد که بشوی با انسان خیلی تکلیف میشود. از او خاطر به خاطر از اینکه آسانی باشه اکتفا به 4 عضو شده. اینجا گپی دیگه برای ما چی شد که استنجا در جمله وضو داخل نیست. استنجا یک حالت اضطراری برای انسان است، هر وقت که برش پیش میشه میروی. استنجا توسط آبم میشه، قلخ هم میشه، کاغذ هم میشه. 3 قلخ یا کاغذ استعمال کردنش ضرور است که آدم بکنه. از او خاطر استنجا هیچ ربطی با وضو نداره، جزء وضو نیست. مردمای ما بیچاره اونجا بدنش خون شده میماشه، پس میره استنجا رو شروع کرده. چی میکنی؟ والا دستم خون شده بود. دستش خون شده بود، استنجا چرا میزنی؟ عجیب است. این مردم ما بیچاره آنقدر حالاتش خراب است نمیفهمه. و مردکه استنجا جزی وضو نیست. وضو از دست شستن شروع میشه، از بند دست، بعد از اون مزمزه، استنشاق، روی شستن، دستا شستن، مس سر و پایا شستن. این همی وضو است، اعضای وضو و اعمال وضو است. استنجا در هیچ تعلق نداره، یک حالت اضطراری است، اونطور نمیشه. جنوب فطهروا، آب زیاد استعمال انرژی که از دست داده پس اعاده میشه. غسل خفیف باید نباشه، خب خدا پاک بکنی. فطهروی مانا را میده. امام مالک رحمه الله میگه که شرط است
که مالیدن بدن تا یک دفعه بمالی هم. از او خاطر چرا میگه کلمه مبالغه ذکر کرده و قول امام مالک رحمه الله بنابری یک کمی چیز راجح است از دیگرها دو فرض ده غسل میگه، یکی نیت، یکی کلی بدن شستن خلاص. و امام مالک صاحب سوم فرضم قطش میگه دلک مالیدن، یک دفعه بدن تا بمال. چرا؟ الله برای تو مبالغه بکده پاک کردن. مبالغه وقتی میشه که انسان بدن خود بماله. و این کنتم مرضى علی سفر، اگر شما در حالت مریضی استی، او علی سفر یا در سفر استی، او جاء احد منکم یا آمد یکی از شما من الغایت از قضای حاجت، او لامستم النساء یا هم بستری کرده با زنا. در اینجا مفسرین چیستا دو نظر داره. بعضی میگه مراد از لامستم مطلق دست بردن برای زن است، و بعضی میگه مراد از لامستم هم بستری است. قولی که بستری هم بستری مراد است این قول امام ابو حنیفه رحمه الله است. اینه گرفته میشه قولش راجح است. چرا؟ اگر مراد مطلق دست بردن بگیم قضای حاجت هم که آمده وضو میده شده دیگه هیچ ضرورت با لامستم چی است. نه، اینجا بیان حکم است که مریض سفر یکی از قضای حاجت آمده که وضو میده شده و این حالت چی است؟ جنابت است که غسل سرت گشته. در این چهار حالت فلم تجدوا ماء، نیافتی آب. اینا نیافتن آب عام است که ظاهرا باشه، راستی آب وجود نداره. آب وجود داره لیکن تو قدرت استعمالش نداری. مریض هستی پیش میده نمیتونی. آب موجود است لیکن در چا اسب کشیده نمیتونی. نه، نیافتن آب باید اینطور نیافتن باشه که هیچ نباشه. اگر یک مرتبه اعضای خود شسته میتونی باز تیمم برای تو جایز نیست. چرا؟ یک مرتبه اعضا شستن فرض است، 3 مرتبه سنت است. در این صورت الله اجازه کرده فتیمموا، شما تیمم کنی سعیدا روی زمین طیبا پاک، که روی زمین پاک باشه، یعنی اثر خاک در اونجا باید باشه. از همون خاطر یک تعداد علما میگه که اونجا منهو گفته، یعنی دستایتان در زمین بزنی که جزی زمین در دستایتان بیاید، سری سنگ، سری دیوالی لشم، سری ریگی لشم زدن تیمم صحیح نمیشه. میگه چرا که اینجا منهو گفته فامسحوا بوجوهکم، مسح بکنی رویایتان و ایدیکم دستایتان منه از همین روی زمین. معلوم شد که بعضی جزی روی زمین باید باشه. یک در اینجا دو قسم حدیث آمده، دو ضربم آمده، یک ضربم، یک ضرب قوی است و اونجا مسح کردن روی و مسح کردن دستاست. تا اونجا را نیست، دستا بند آمده. این قول راجح است. ما یرید دا غسل دا وضو دا کلش هم یک قسم تیمم است. ما یرید الله، اراده نکرد الله لیجعل که بگردانه علیکم بالای شما من حرج تکلیفه، از او خاطر الله براتان تخفیف آورد. در صورتی که توانمندی برای استعمال آب نداره یا پیدا نمیشه، اینی وقت یا پیدا خو میشه لیکن برای تو ضرر داره، الله براتان تیمم روا کرد. اینجا منظوری الله تکلیف نیست بلکه آسانی است. لیجعل علیکم من حرج، که اراده نداره که بگردان الله بالای شما تکلیفه، ولکن یرید لیطهرکم، الله اراده داره که شما را پاک بسازه. نه، پاکی توسط خاکم میآید. چرا؟ خاکم یک نوع نوشادر داره، موادی است که توسط از او میکروبا و جراثیم از بین میره. آلی تحقیق کرده ایره دکترها. ولیتم نعمته، و دیگه به خاطر که پوره کنه الله نعمت خدا علیکم بالای شما. چرا؟ ظاهری امی حدث ظاهری تان از بین بره و همچنان نعمت باطنی که محو گناهان است، مغفرت گناهان است. پوره کنه نعمت خدا علیکم بالای شما. لعلکم، علیکم گفت معلوم شد که به امتای سابقه اینطور حکم نبوده. لعلکم تشکرون، به خاطر که شما شکرگزار شوی، یعنی عمل بکنی به این امور که سبب محو گناهانتان شوه و واقعا نعمت الله را شکرگزاری کرده باشی. نعمت الله است. الله نمیخواد تو را در این حالت هم به عبادت نگاه کنه. چرا که عبادت وقت انسان انجام میده همین روحش تازه میشه و خود احساس پاکی را میکنه. اگر یک انسان نماز نمیخونه و فکر میکنه که من در حالت جنابت و نجاست هستم، بسیار دنیا سرش تنگ میباشه. این شما خودتان هم تجربه میکنه که حالت جنابت سرتان پیشه تا غسل نکرده، انسان خود اینطور فکر میکنه که بالکل در یک گندگی قرار دارم، حالان که چیزی نیست، لیکن روح انسان زیق میباشه، خونجگر میباشه تا که غسل بکنی پاکی حاصل شود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.